خوشحالم که تو این جمع عزیز هستم و واقعا واسه افتخار برام از دانشگاه تهران، از فضاییون جناب آقای عظیمی عزیز، از تک تکتون بسیار ممنونم. شما باعث میشین که این فضای پویا شکل بگیره و تداوم داشته باشه. بنده امیر نیکدل هستم، معمار، ایده پرداز، دوستدار گجت و یه سری راهکارهای این شکلی و از سمت دیگه خیلی دوست دارم همیشه موثر باشم. در کنار اتفاق خودم یک جریانی چند سالی رو آغاز کردیم تحت عنوان استودیو دیزاین نیکدل که من نیستم، صرفا چند ده نفر هستن که دوست دارم موثر باشن و مدلمون هم سعی میکنیم فقط معماری نباشه، یعنی بیایم از استراتژی، هویت، سرویس دیزاین، معماری، طراحی صنعتی، همه اینا رو با هم کنار هم داشته باشیم، مدام در رفت آمد باشن که یک تجربه متمایز رو بتونیم داشته باشیم. خب خود این بهانه شده که درگیر چالش‌های مختلف باشیم، درگیر پروژه‌های مختلف، لوکیشن‌های مختلف و درگیری‌های مختلف با پیمانکاران، تامین‌کنندگان، خیلی مسائل دیگه. تا حالا فرق از پروژه‌مون رو تو این لیگ هست میتونیم داشته باشیم. خب من میخوام موضوع رو شروع کنم با یه سری چالشی که من اون اولایی که داشتم تشکیلات راه مینداختم باهاش درگیر بودم. خب کل عمر این جریان ما نهایتاً 4-5 سال هستش. من اولی که شروع کردم یه دونه بازسازی 90 متری تو ونک، اولین پروژه من بود. کد ریسک من 1 نفر به صورت پاره وقت بود، یه خانومی هم که خانم داشتنی بشه به صورت پروژه تمام. خب گفتیم میریم جلو، پروژه رو میندازیم و اینها و گذشت یه سر کارمون شکل گرفت، یه کار برندینگی سعی کردیم داشته باشیم، شد یه پروژه دیگه، شد یه پروژه بعدش، یا شد 3 تا پروژه. شروع شد چالش‌ها برای من. خب یکی از چالش‌های خیلی جدی که باش درگیر بودم چالش مالی بود. اینکه خب خود سازمان و لازم مالی ما چجوری کنترل کنیم، الان سازمانمون تو چه نقطه‌ای قرار داره. کارفرما به اصطلاح سفارش دهنده میاد به ما اعتماد میکنه، یه تنخواهی رو برای ما واریز میکنه، من چه شکلی بیام به این اثبات کنم که این هزینه که شما دادین کجا هزینه شده، کجا صرف شد. وقتی که ما پارسال واسه این پروژه گرفتیم چه حجمی بود، چه چیزی بود، قیمتش چی هست، من زمان نبره که بیام اینو پیدا بکنم، سریع داشته باشم. خب از این چالش واسم خیلی مهم بود. یه چالش دیگه که باز درگیرش بودم چالش زمان بود. اصلا زمان مهمتر مگه داری؟ من گفتم اولا خب اوکی حلش میکنم، هندلش میکنم. یه پروژه است میریم سر میزنیم، خب دفتری هم نبود. پروژه بعدی که اومد خب تقسیم میکنم چند ساعت میاد چند ساعت. پروژه بعدی که این حالت پیش اومد خب یه ذره ساعت هم بیشتر کنم، یعنی مثلا 7-8 ساعت مثلا مفید بودم میخوام 12-13 دیگه بعدش دیگه چیزی نمیشد دیگه طبیعتا و خیلی سخت میشد. واسه این شد واسم یک چالش مدیریت زمان و عمر محدود. همه ماهایی که سعی می‌کنیم طراح باشیم، معمار باشیم و عزیزانی که من الان اینجا توی جمع می‌بینم همشون اکثرا توی سمتن که یه اثری تو دنیا بذارن و بعد تایمشون تموم شه. بس خیلی برام زمان مهمه. چالش بعدی هم که چالش مهمی بود چالش منابع انسانی بود. چه عزیزانی که با ما همراه بودن در قامت اینکه تو شرکت تو مجموعه ما بودن، چه پیمانکاران، چه تامین‌کنندگان. وقتی پروژه یکی دوتاست خب پیش میره، چالش هم نداره. خب مثلا آقای فاضل برخوار کارش اینه، اوکی حواسم هست. آقای حسن مرادی گچکاره، اینم خب اوکی، میریم بعدی. مثلا مجموعه مثلا میکروسیمنت هایپر، خب اوکی اینم حل. وقتی پروژه دوم سوم میاد خب میخوام یادم باشه که مثلا آقای مرادی یه ویژگی داره، این بده یا خوبه، پس اینو بگم به نفری که مربوط به این کاره که سرپرست کارگاهست. ولی هرچی بیشتر میشه خب باز خیلی سخت شد. من چجوری اینا رو موضوع مدیریت بکنم و بعد میخوردم به چالش منابع انسانی. من اینا رو نگاه میکردم همه کنار هم میدم که خب من چه لازم مدیریت مالی، چه لازم مدیریت زمان، چه لازم مدیریت منابع انسانی چالش دارم. من نگاه کردم که ای کاش من میشد 10 تا بشم و اگه میشد خیلی خوب بود. یعنی مثلا گفتم که اوکی 2 تا بشم، یکی بیارم مثل خودم بشه که خیلی خوب. بعضی وقتا 3 تا هم میتونم، 10 تا فکر کنم خاطر جمع بشه. و این خواسته که من 10 تا بشم خب یه ایدئالی بود واسه من. ولی خب چیکار میشه کرد؟ اومدیم فکر کردیم، بررسی کردیم چیکار بکنیم که این اتفاق حل شه. ما اگه دیزاینر هستیم خب بس باید سولوشن رو درک کنیم، پرابلم سولو کنیم و بر اساس اون راه حل پیدا بکنیم. بس رسیدیم به این نقطه که بشینیم فکر کنیم، بررسی بکنیم که ما اصلا چالشمون چیه، لیست بکنیم. نگاه کردیم دیدیم این مواردی که ما سرش بر می‌زدیم و چالش داشتیم اینا کلا بهش میگن منابع.
منابع صرفا یه چیزی نیست که یه سری فضای یه سری دپو حالا محصولی یا جایی باشه یا مثلا منابع مثلا ارزی باشه یا هر اتفاق دیگه. منابع همه اینها میشه و خیلی چیزهای دیگه. و سرش باید بریم دنبال مدیریت اینها و به این نتیجه رسیدیم که ERP اتفاق مهم قضیه ما هستش. حالا ما این بررسی کنیم. خب پس فکر می‌کنم به جواب نزدیک شدیم. عالی. میریم واسه بررسی ERP. بررسی کردیم. سال 96 هستیم فکر کنم که یه کارایی کرده بودیم که بعد رسید به استودیو که سال 99 بود. خواستیم از اون تجربه استفاده کنیم. دوباره برگشتیم چک کردیم. مثلا اردو رو رفتیم بررسی کردیم. خب یه ERP خیلی کامل جامعی هستش، اپلیکیشن بیس هستش، همه چی از CRM اینو بگیریم تا بحث‌های مرچندایزینگ تا بحث‌های ای-کامرس همه رو کامل داره. ولی دونه دونه باید اپلیکیشناش پول بدیم. خب گفتیم برای بیزینس پروپوزیشن و خرجام بشه. اما از سمت دیگه همون موقع شرکت نمایندگان رسمیش بود که تو سایتش هم بود، اون تعریف شد بسته شد. جای دیگه همینطور گفتیم که این خیلی راه مطمئنی نیست. شرکت دیگه بررسی کردیم از هاکروپیان که مثلا یه سری کار سامانه‌ای داشتن تا خیلی از جای دیگه. آخر به نتیجه رسیدیم که خودمون این ابزار رو پیدا بکنیم، خودمون بریم سمتش. همونجوری تو پروژه‌مون یه محلی می‌رفتیم، مثلا این پروژه‌ای بودش که اسکیلش بالا بود، واسه یه کارشناس هویت استراتژی مثلا بیاد. همونجوری هم خوب شد یه کارشناس مرتبط و منابع خوب بیاد. توی این مسیر هم یاد گرفته بودیم که آدم خوب رو درگیر بکنیم ولی سرعتش رو شاید کم بکنیم. تایم‌های محدودی ازش مشاوره بگیریم. دعوت هم از سهند شکری که حالا امروز نرسید بیاد دفتری کدنویسی همین پروژه بود که تو حوزه ERP و کارهای نرم‌افزاری 20 سال تقریبا سابقه کار داره. یه استارتاپشون هم 2 سال پیش که عدد خوبی فاند ریز کردش و احسان شمس عزیز که تیم سالون هست و خیلی عزیزان دیگه اینها اومدن و ما شروع کردیم به نوشتن. ERP خیلی اتفاق بزرگی بود. برای همین گفتیم که خب این انگیزه شروع کنیم. گفتیم نوشتن بس یعنی یه 7-8 ماه می‌نوشتیم. تا شروع می‌کردیم ایده پردازی کلاً کار از دستمون میرفتیم رویا پردازی که مثلا قراره چه اتفاقی بیفته. برگشتیم عقب شروع کردیم از یک تخته ساده که دفتر بود که پروژه ها رو نوشته بودیم. این پروژه لید سرنخ این پروژه مثلا قرارداد شده، سرپرستش اینو آوردیم تحت دلش کردیم. گام به گام رفتیم جلو. گفتیم که مثل فیسبوک، اینستاگرام اینا که روز اولی که پابلیش شد سوشال مدیا بود، الان هم هست. خب بس ما میتونیم یه اتفاق رو بندازیم اینو صداش کنیم ERP و بعد یه توسعهش بدیم اون زمان. این قضیه رفت جلو کار کردیم. بعد دیدیم که داره گزارش میگیریم، داره خوب پیش میره. بعد گفتیم که چه اصلا برای ما باشه. کلا همه چی رو بشیم کنار. از اول شروع کنیم به کدنویسی. یعنی یه 4 ماهی که خلسه بودیم چون عادت کرده بودیم این سیستم هیچی نداشتیم. همه دیتا همه چی از اول رفتیم رو پلتفرم ریاکت دوباره از اول کد زدیم و توسعهش دادیم. بعد رسیدش به کجا این که حالا شد یه ERP اولیه. براش اسمش گذاشتیم نیکور چون .NET Core بود و اینکه می‌خواستیم یه اتفاقات خاصی رو تو این هسته داشته باشیم و این نیکور حدوداً 3 سال پیش اصطلاحاً به دنیا مسیر رفت جلو. سعی کردیم توسعه‌اش بدیم و اتفاقات مختلفی براش در نظر بگیریم. تو این راه هم از خیلی از عزیزان کمک کردیم، به صورت آزمایشی اکتشون گذاشتیم، بررسی کردیم و مالپایین کردیم و رسیدیم به این نقطه که امروز اینجا هستیم. یه افتخاری هم که واسه ما هستش هویت این مجموعه جامعه ناگر طراحی کردن که خب اساساً که خب خیلی پروژه بزرگ بانک‌ها و خیلی از سامانه‌های شرکت بزرگ مالی کشور کار کردن. همه چیز سعی شد وسواس‌گونه بره جلو، چه تو مرحله بک‌اندش چه تو مرحله آنچه که دیده میشه. خب من یه توضیح کلی میدم نسبت به چیزی که هست. این دمو شرکت چیزی که همین امروز داره کار میشه هم باهاتون اشتراک میذارم. شما دسترسی دارید به یه ناوگانی از پروژه ها از تمامی افراد تامین کننده، پیمانکاران، افراد تو سازمانتون و اتفاق که مهمه همه چی قابلیت تحلیل داشته باشه. و از سمت دیگه به محض اینکه پروژه در سازمان تعریف میشه SMS بره برای مدیر پروژه، برای کارفرما یک کد یونیک جنریت میکنه که این کد یونیک چون تو سابدومین نیکور.com مثلا یه برندی باشه مثلا MBDS اون سابدومین یونیک اینه و این کدی هم که میاد یونیک میشه مثلا این پروژه یونیک میشه که تمامی نیمینگ فایل دفتر میشه و مبنای این کد.
این کدی که تو تعریف میشه خودش جنریت میکنه و تمامی افراد کسی با مخزنی که بود اولی که مثلا گچکار مثلا اضافه میشد میذارد مثلا آقای اول همه چیش انگلیسی بود و مثلا یه مثلا باقری یا اساین مثلا پروژه فلان با کد فلان و زنگ زدن ما یه سنسی رو اومده نمیفهمم چی اینا است بعد کلا فارسیش کردیم چون اول فعلا توسعه خارج داشتیم بعد اس ام اس میاد مثلا برای آیه فلانی که شما گچکاری تو پروژه هستید شما با عنوان گچکار پروژه فلان با کد اختصاصی فلان انتخاب شدید بعد تک تک مراحل اینکام میومد حالا هر جایی داره سرتیفیکات مشخص نیست این همین لحاظ کار هست مناسب شما میایم پروژه رو تعریف میکنید و بر اساس پروژه که چه سرویس‌هایی داریم ثبت میشه لوکیشن ثبت میشه و تمامی موارد رو پیش میبره از سمت دیگه تمامی افرادی که سازمان شما هستن چه عنوان پیمانکار چه عنوان تامین کننده کلا به صورت شخص یک چالش که ما داشتیم مثلا مدارک که رو می‌خواستیم مثل اطلاعاتشون خواستیم مثلا تفاوتش که پیج اینستاگرامش چه اتفاقی افتاد چیز پایه سیاره البته اینا رو لحاظ می‌کردیم اطلاعات مشخصات کامل می‌گرفت و ثبت می‌شد و یک به یک قابلیتی داشتش که توی جایی مستند بکنه یا که حالا اینجا دیده نمیشه تک تک این کامل یا مثلا پروژه ها چه در مقام سازمان چه در مقام شخص قابل تفکیک یعنی شما هم میتونید شخص براش تعریف کنید هم براش سازمان تعریف کنید و اون ویژگی مختص خودش داشته باشه که میتونید بریم بعدی و قسمتی که مربوط به تامین کنندگان اینها میشن خیلی مثلا مهمه اینجا دیده نمیشه ما اومدیم 12 تا کاتگوری کلی برای پروژه معماری در نظر گرفتیم که ریزترین جزئیات کلی رو بررسی کردیم اسم گذاشتیم براش و یک نفر یک وسیله یک تامین اگر بخواد صورت بگیره مشخصا مربوط میشه برای کجاست ببینید دیتای هوشمند هستش که همه چیز توش باشه بتونیم ماینش کنیم بررسیش بکنیم و ما خیلی سعی کردیم تا میشه در صورت نیاز جزئی بشه یعنی یه چالشی که بود تو فاکتورها شما میومدید مثلا یک حجم زیاد فاکتوراتون رو زوم می‌ذاشتیم و تقریبا کارفرما می‌کنیم و نگاه می‌کرد خب ما تو این سیستم الان باز اینجا چون سفید هست نمیشه یک به یک هر آنچه که متریالی که متناسب بوده با حوزه کاری و واحدها واحد اصلی و واحد فرعیشون رو مشخص کردیم یعنی من به عنوان یک نفر که دارم از سیستم استفاده می‌کنم میتونم سرچ بکنم سیمان و به من متوسط قیمت سیمان از چه تامین کننده‌ای گرفته شده چه پروژه‌ای کجا استفاده شده داشته باشم این به من این تو میده که مثلا من کارم خودم تامین کننده داشته باشم یه جا دپو کنم میاد ریز به ریز جزئیات رو میده ما آمدیم 12 تا شاخص در نظر گرفتیم برای پروژه کار اگر این موزه استفاده کنیم عقب‌تر بیایم فقط میاد تو سفید هست خوب دیده نمیشه این که مثلا هزینه‌های مثلا حمل و نقل هزینه مربوط به مثلا اکسسوری هزینه منابع انسانیه شما هر چیزی از کارفرما داده میشه هر هزینه‌ای که کرده باشه درصدبندی میکنه که مثلا 12.2 شما پول نیروی انسانی دادید اینقدر پول متریال مصرفی دادید اول ما می‌اومدیم این کارو می‌کردیم مثلا میگفتیم درصدبندی متریال مصرفی مثلا 70% شده عمدتاً مصرفی بود ما گفتیم که اینم خاطره است به درد نمیخوره هی ریز و ریزترش کردیم شما تصور کنید در مثلا دفترتون 10 تا پروژه دارید 10 نفر پخش شده سرپرست کارگاه‌های مختلف و این افرادی که تو اون پروژه هستن گوشیشون رو میارن وب بیس هست فاکتوری که به محضی که میگیره یک آیتم رو میزنه خوش جمع میکنه و یه اسمارتی هم توش هست که داره قوی‌تر میشه میاد انحراف معیار میگیره اگه مثلا اشتباهی سیمان رو که اگه مثلا قرار 70 باشه بزنه 700 یا مثلا بزنه 120 یه اروری میده میگه مطمئن نداره و مثلا میگه آره میره جلو خب این خیلی کنترل خوبیه من چالش داشتم مثلا اوایل کارم مثلا یه کار کوچیک یه صفر اشتباه شده بود کارفرما با لبخند اعتماد کرد بعدا بعدش دیدیم که خب اون اشتباه و سایر جزئیات و ریزکاری‌هایی که تو این سیستم هست خب یه نکته که روتین این سیستم ها هست تو همه چه اونایی که ایرانیان چه غیر ایرانی مبتنی بر تعداد یوزر و تعداد پروژه هستن یعنی شما به محض اینکه وارد این سامانه‌ها میشین و اطلاعات رو ثبت می‌کنید درگیر میشین اگه تعدادی بزرگتر بخواید بشین خب باید عدد بیشتری شارژ کنید همچنین پروژه خب بستن چی ما محدودیت داریم نسبت به تعداد پروژه تعداد افراد این اتفاقی که ما خیلی برامون مهم بود این بودش که
کلا اصلا هیچ محدودیتی نداشته باشیم. بی نهایت پروژه و بی نهایت کاربر حتی پلن پایه میتونه داشته باشه. و ما برای همین لحظه سایت میاد بالا، روز یکشنبه 8 صبح اولین روز کاری که پیش رو داریم قابلیت سفارش هست، پلن پایه هست، تا انتهای ماه احتمالاً پلن دوم هم میاد. پلن پایه ما احتمالاً قطعاً یعنی زیر 1 تومن هستش و به دلیل رونمایی و این اتفاقات و حالا اردیبهشت ماه بودن اینها، هر کسی که خرید که انجام بده که 1 ماه میتونه باشه، 2 ماه معادل 62 روز هم به صورت هدیه میگیره. و در نهایت قدردان تمامی افرادی که سوارانه ما تو این پروسه هدایت کردن و همراهی کردن هستم و مرسی که زحمتتون رو در اختیار من گذاشتید.